به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه موفقیت و روانشناسی شروع میکنم. کتاب یادداشت‌هایی از یک دوست، کتابی ارزشمند از آنتونی رابینز، راهنمایی ساده و سریع که کمک میکند کنترل زندگی خود را به دست گیرید. این کتاب چاپ اولش در سال 1398 بوده. مترجم خانم سمیه جعفری آخرسری و توسط سپهر اندیشه نشر پیدا کرده در تهران. ابتدا درباره کتاب هست، بعد پیشگفتار و سپس 11 فصل که کتابی بسیار زیبا با گفتاری ساده و دلنشین هستش. با من همراه باشید که طبق معمول کتاب هایی که من برای شما میخونم ابتدا با مقدمه و پیشگفتار شروع کنیم و سپس فصل اول رو با من همراه باشید برای کشف این کتاب زیبا. درباره کتاب یادداشت‌هایی از یک دوست، چکیده ای از کتاب‌های دیگر آنتونی رابینز و برگرفته از دو کتاب قدرت بیکران و نیروی توانمند درونی را بیدار کنید است. این کتاب در سال 1991 به وسیله مؤسسه غیردولتی بنیاد آنتونی رابینز جهت کمک به افراد نیازمند انتشار یافت. کتاب حاضر به ما یاد می‌دهد که چگونه با برداشتن قدم‌های کوچک و ساده می‌توانیم به سرعت کیفیت زندگی خود را بالا ببریم. بنیاد خیریه رابینز هر ساله بسته‌های غذایی و سایر وسایل مورد نیاز افراد مستمند را در روز شکرگزاری بین آنها تقسیم می‌کند و این کتاب هم جزء همان چیزهایی است که همراه آن بسته‌ها به صورت رایگان در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد. فعالیت این بنیاد بیشتر در کانادا و ایالات متحده جریان دارد و فرصتی است برای علاقه‌مندان به کار خیر تا در پخش مواد غذایی، لباس و بقیه چیزهای مورد نیاز افراد تهیدست در روز شکرگزاری مشارکت داشته باشند. نویسنده درآمد حاصل از این کتاب را به امر خیر اختصاص داده و در اختیار بنیاد خیریه آنتونی رابینز گذاشته است. سپاسگزاری از اینکه این کتاب را برای مطالعه انتخاب کردید. بسیار سپاسگزارم. علاقه شما برای تغییر در زندگی خودتان باعث شده است تا به تغییر در زندگی دیگران نیز کمک کنید. کمک شما باعث تقویت مالی بنیاد رابینز و مشارکت در فعالیت هر ساله افراد خیر برای پخش مواد غذایی، ارائه خدمات آموزشی و سایر خدمات به بیش از 15 میلیون نفر از اشخاص نیازمند در کانادا و ایالات متحده خواهد شد. این کتاب را چند سال پیش به شکل جزوه‌ای ساده‌ای منتشر کردم تا در روز شکرگزاری به رایگان در اختیار نیازمندان قرار گیرد. در نظر من روز شکرگزاری فقط یک عید ملی نیست، بلکه برای من این یک روز بسیار خاص است. اکنون خداوند را سپاسگزارم که توانستم بیشتر از همیشه در بهتر شدن زندگی دیگران نقش داشته باشم. این کتاب یادداشت‌هایی از یک دوست است تا هر کسی که نیاز به تقویت روحیه دارد هر زمان خواست بتواند آن را بخواند و برایش راهگشا باشد. در این کتاب بعضی از حقایق زندگی بازگو شده است که میتواند به افراد برای مقابله با مشکلات زندگی جرأت و شهامت بیشتری بدهد. همچنین سادگی این کتاب باعث جذابیت آن هم برای کسانی که کتاب به آنها اهدا شده و هم برای بقیه خوانندگان شده است. دلیل علاقه خیلی از مردم به این کتاب آن است که اصولی را که برای ساختن یک زندگی بهتر مورد نیاز می باشد آموزش داده است. بر اساس تحقیقات بیشتر مردم کتاب‌های دیگر من یعنی قدرت بیکران و قدرت درونی خود را بیدار کنید را که
مفصل و پیشرفته تر هستند را نخوانده‌اند، زیرا حجم آنها برایشان زیاد است. پس تصمیم گرفتم تا این کتاب کوچک و ساده را با قرار دادن مطالب تازه و مفید در آن به عنوان یادداشت‌هایی از یک دوست برای عموم مردم منتشر کنم. اگر کتاب‌های دیگر مرا خوانده باشید، در این کتاب مطلب تازه‌ای پیدا نمی‌کنید. اما مطالعه آن برای شما خالی از لطف نیست، زیرا با خواندن این کتاب که بسیار ساده و قابل درک نوشته شده، مطالب آن کتاب‌ها را نیز متوجه خواهید شد. اگر هم تازه خواننده آثار من شده اید، امیدوارم که با خواندن این کتاب تمایل پیدا کنید تا به منابع اصلی آن هم سری بزنید. همه ما دلمان می‌خواهد روزهای سخت زندگی و خاطرات تلخ آن را فراموش کنیم. روزهایی که در چنگال مشکلات گرفتار بودیم و تسلطی بر روی زندگی خود نداشتیم. بعضی اوقات احساسات ناامید کننده بر ما غلبه می‌کردند. فکر اینکه اگر ما را از کار برکنار کنند، با وجود اینکه هنوز خانه و عزیزانمان را داشتیم، اما خود را دلسرد و بازنده می‌دانستیم. گاهی اوقات مشکلات زندگی چنان به ما فشار می‌آورند که دیگر ناراحتی و گرفتاری اطرافیان را فراموش می‌کنیم. اما وقتی به مشکلات و بدبختی‌های دیگران دقت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که چقدر مشکلات ما در برابر آنها ناچیز است و ما تنها نیستیم که درگیر سختی‌ها هستیم. آنگاه شکرگزار زندگی و شرایط خود می‌شویم. تنها راه رضایت و خوشنودی از زندگی این است که قدر چیزهایی که داریم یا می‌توانیم داشته باشیم را بدانیم و همواره سپاسگزار و قدرشناس باشیم. بهترین راه رسیدن به سعادت آن است که دست دیگران را هم بگیریم و کمک کنیم تا آنها هم احساس خوشبختی کنند. شما با مطالعه این کتاب اولین قدم را برداشتید و امروز عضو افتخاری گروه کمک به نیازمندان هستید و در برنامه‌های شرکت داشتید که تنها هدفش فقط سیر کردن گرسنگان نیست، بلکه چیزی بالاتر و با ارزش‌تر از آن است. این کتاب برای کسانی که می‌خواهند زندگی بهتری برای خود بسازند می‌تواند بسیار مفید باشد، زیرا نگاهی ساده و واقعی به زندگی دارد و شما را در راهی همراهی می‌کند که به موفقیت می‌رسد. از شما بسیار تشکر می‌کنم و آرزو دارم با خواندن این کتاب نه تنها شرایط زندگی خود را بهبود ببخشید، بلکه به دیگران هم در این راه یاری رسانید. پیشگفتار: سرگذشت یک مرد. سالها قبل در یکی از روزهای عید شکرگزاری، خانواده پسر جوانی با احساس ناخوشایند و آزاردهنده‌ای از خواب بیدار شدند. آنها به جای اینکه منتظر یک روز خوش و پر از امید باشند، یکی دیگر از روزهای زندگی سیاه خود را شروع می‌کردند و می‌دانستند که اگر خیلی شانس بیاورند، فقط می‌توانند غذای ناچیزی در آن روز عید به دست آورند. شاید اگر به یکی از مؤسسات خیریه تماس گرفته بودند، غذایی بهتر نصیبشان می‌شد. اما چرا تماس نگرفته بودند؟ دلیلش این بود که آنها افرادی آبرومند و با مناعت طبع بودند و سعی می‌کردند همیشه صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند. این شرایط بد در ابتدا باعث یأس و ناامیدی و سپس به مشاجره و تنش بین پدر و مادر خانواده تبدیل شد. وقتی که عصبانیت و درگیری بین پدر و مادر بالا گرفت، پسر جوان آنها احساس دلسردی و درماندگی بسیار کرد. در این لحظه فرشته نجات در خانه آنها را به صدا درآورد. پسر در را باز کرد. پشت در مردی بلند قد با لباسی نامرتب را دید. مرد در حالی که لبخندی بر لب داشت، با سبدی پر از غذاهای گوناگون و همه وسایل مورد نیاز آنها ایستاده. اعضای خانواده مات و مبهوت بودند که مرد بلند قامت گفت: این وسایل را دوستی برایتان فرستاده که می‌داند به آنها احتیاج دارید و می‌خواهد شما هم بدانید که شایسته توجه و محبت هستید. پدر خانواده از گرفتن هدیه خودداری می‌کرد، اما مرد گفت: من فقط یک مأمور هستم که باید اینها را به دست شما برسانم. بعد هم سبد را به پسر خانواده داد و رفت. هنگام رفتن یک لحظه برگشت و با گرمی و مهربانی گفت: روز شکرگزاری بر شما مبارک.
در آن لحظه زندگی پسر جوان برای همیشه متحول شد و از رفتار آن مرد فهمید همیشه جای امیدی هست و مردم حتی غریبه ها می توانند با هم مهربان باشند و به هم کمک کنند. این محبت بدون چشم داشت تأثیری عمیق بر روی او داشت. پس به خودش قول داد وقتی که به چنان مقام و گشایشی رسید او هم همین رفتار را با دیگران داشته باشد و زمانی که 18 ساله شد اولین قدم‌ها را برای رسیدن به هدفش برداشت. با وجود آنکه درآمدش بسیار کم بود، با کمی صرفه‌جویی و پس‌انداز توانست مقداری از مایحتاج دو خانواده نیازمند را تهیه کند. او لباسی نامرتب پوشید، به در خانه آنها رفت و وانمود کرد مأمور توزیع خوراکی و هدیه است. در اولین خانه نیازمند زنی از بومیان امریکای لاتین در را باز کرد و با شک و تعجب به او نگاه کرد. این زن 6 بچه داشت و شوهرش خانه را ترک کرده بود. آنها گرسنه بودند و چیزی برای خوردن نداشتند. مرد جوان گفت یک بسته امانت برایتان آوردم. آن وقت یک سبد پر از مواد غذایی، بوقلمون، شیرینی، سیب زمینی و کنسرو به او داد. زن بسیار تعجب کرد و بچه‌ها ذوق کردند. مادر با انگلیسی دست و پا شکسته‌ای از او تشکر کرد و با شوق گفت تو از سوی خدا آمده ای و این هدایا از سوی خداوند است. مرد جوان گفت نه، من فقط مأمورم و این هدایا را یک دوست برای شما فرستاده است. سپس یادداشتی را به او داد که روی آن نوشته شده بود این دست نوشته ای از یک دوست است که امیدوار از روز شکرگزاری به شما خوش بگذرد. شما شایسته محبت هستید و اگر روزی شرایط شما خوب و مساعد بود لطفاً همین هدایا را به فرد نیازمند دیگری بدهید. وقتی مرد جوان از آنجا رفت این احساس همدلی و نودوستی باعث شد اشک در چشمانش حلقه بزند. چهره شاد و خوشحال آن خانواده جلوی چشمانش بود و احساس غرور و افتخار میکرد. دانست که آن روزگار سخت دوران کودکی و آن روز شکرگزاری هدیه الهی بوده که او را به یک زندگی لبریز از خدمت و همدلی هدایت کرده است و این زنجیره همچنان ادامه خواهد داشت. این شروع یک تحول معنوی بود که تا امروز ادامه دارد. هدیه ای را که یک دوست به او و خانواده‌اش بخشیده بود را به دیگران پس داد. او دانست که همه انسان‌ها شایسته خدمت و محبت هستند و لازمه این کار کمی درک و فهم و مقدار زیادی تلاش و گذشت است. شاید مشکلات اکنون ما پله‌ای برای رشد فردی و سعادت ابدی ما باشند. خب، حالا شما بگویید من این همه اطلاعات را در مورد این مرد جوان و خانواده‌اش و افکار و رفتارش از کجا به دست آوردم؟ از آنجا که آن مرد خود من بودم. هدف من از نوشتن این کتاب آن است که بدانید همیشه کسی هست که شما را دوست داشته باشد و هر اندازه هم شما در شرایط سخت و غیر قابل تحمل باشید باز هم توانایی این را دارید که در زندگیتان تحولی بزرگ و اساسی ایجاد کنید. شما می توانید کارهایی را که زمانی برایتان آرزو بوده اکنون به مرحله عمل درآورید. فقط راهش این است که قدرت توانمند درونتان را به کمک خواندن این کتاب رها سازید و به آن اجازه بروز و ظهور بدهید. زیرا این قدرت درونی زمانی تمام جوانب زندگی شما را در بر می‌گیرد و همین دلیل است که باید این قدرت توانمند درونی را فعال کنید. من با اطمینان به شما میگویم که خودم به وسیله همین نیرو توانستم در زندگیم تحولی بزرگ به وجود آورم. 10 سال پیش من فردی ناامید و درمانده بودم که در یک آپارتمان کوچک و محقر در ونیس کالیفرنیا زندگی می‌کردم. مشکلات زندگی بر سرم آوار شده بودند. فردی بدبخت و گوشه‌گیر با 15 کیلو اضافه وزن بودم. زندگیم پوچ و بی‌معنی می‌گذشت و برنامه‌ای برای آینده‌ام نداشتم. احساس حقارت و بدبختی می‌کردم. افسرده و ناتوان، بی پول و بیچاره بودم. از خودم بدم می‌آمد و احساس شکست و ناکامی تمام وجودم را فرا گرفته بود. همه درها را به رویم بسته می‌دیدم و حتی کورسوی امیدی هم پیش رویم نبود. اما به خودم آمدم و تصمیم خودم را گرفتم.
کمتر از 1 سال تغییرات بزرگی در زندگی خود به وجود آوردم. در عرض 1 ماه نه با رژیم غذایی بلکه با تحولی ذهنی توانستم 13 کیلو از وزن خود کم کنم. بعد از آن هم تناسب اندامم را حفظ کردم. خود را آماده شادابی و فعالیت ساختم. اعتماد به نفسم را بالا بردم تا بتوانم بر مشکلات زندگی غلبه کنم و با این کار به اهداف و آرزوهای خود برسم. یکی از راه‌های موفقیتم این بود که به نیاز دیگران توجه کنم. از آن به بعد همیشه با خود فکر می‌کردم چگونه می‌توانم چیز ارزشمندی به زندگی دیگران ببخشم؟ با این طرز فکر احساس غرور و بزرگی می‌کردم و فهمیدم اگر نتوانم خود را تغییر دهم پس نمی‌توانم در زندگی دیگران هم تغییر ایجاد کنم. به خوبی درک کردم که راز یک زندگی خوب احسان و کمک به دیگران است و برای اینکه لایق خدمت باشم اول باید خودم شایسته و درست باشم. در همین مراحل رشد معنوی و فکری بودم که با دختر رویاهایم آشنا شدم. با او ازدواج کردم و خیلی زود پدر شدم. آن زمان دستم به دهانم نمی رسید، اما با سعی و تلاش بسیار توانستم کمتر از 1 سال $1,000,000 درآمد داشته باشم. از آن آپارتمان کوچک 40 متری به خانه بسیار بزرگ و با شکوه که رو به اقیانوس آرام بود نقل مکان کردم. اما به همین حدم راضی نشدم. وقتی که فهمیدم خیلی خوب میتوانم از پس زندگی خود برایم بلافاصله به دنبال راههایی برای کمک به دیگران بودم. در ابتدا سعی کردم سرمشق‌هایی برای خودم داشته باشم. کسانی که توانسته بودند تحولاتی بزرگ و اساسی در زندگی خود به وجود آورند. اینها افراد نمونه، مربیان، معلمان، روانشناسان و در کل تمام انسان‌های قابلی بودند که به دیگران کمک می‌کردند تا مشکلاتشان را برطرف سازند. من مجذوب تمام شیوه‌های آنها بودم و تعالیم آنها را به کار می‌بردم تا اینکه کم کم خودم هم صاحب نظر شدم و راه‌های جدیدی پیدا کردم. این روش‌ها به من کمک کرد تا بتوانم به وسیله آنها زندگی بیش از 1,000,000 نفر را از 42 کشور مختلف جهان تغییر دهم و این راه‌ها را پیش رویشان قرار دهم تا زندگی خود را سر و سامان بدهم. من از این قابلیت خود برای کمک به تمامی قشرهای جامعه از کارگران تا ثروتمندان جهان، از رؤسای جمهور گرفته تا مدیران عامل شرکت‌های بزرگ، ورزشکاران حرفه‌ای، پزشکان، کودکان و افراد نیازمند و سرگردان بهره بردم و از طریق نوارها، کتاب‌ها، جلسات و برنامه‌های تلویزیونی با میلیون‌ها نفر از مردم دنیا در ارتباطم. هدف من همیشه این بوده تا به مردم جهان کمک کنم تا بتوانند افسار زندگی خود را به دست گیرند و خیلی زود کیفیت زندگی خود را بالا ببرند. من این مطلب را به این دلیل نمیگویم که شما را تحت تاثیر قرار دهم، بلکه میخواهم بدانید زندگی با چه سرعتی قابل تغییر است. وقتی که درک کردیم چه چیزهایی احساسات، افکار و رفتار ما را شکل میدهند، آن زمان است که باید خود را برای یک تلاش بزرگ، عاقلانه و مداوم آماده کنید. من در این کتاب مانند یک مربی شما را همراهی می‌کنم تا بتوانید هر نوع دگرگونی را که می‌خواهید در زندگی خود ایجاد کنید. تفکر مثبت به تنهایی کافی نیست. همه ما خواسته‌ها و آرزوهایی داریم و فکر می‌کنیم می‌توانیم تغییراتی را در زندگی خود و دیگران ایجاد کنیم. ما دلمان می‌خواهد به شیوه خاصی به خانواده، دوستان و بقیه مردم کمک کنیم. در زندگی ما زمانی خواهد آمد که می‌دانیم چه می‌خواهیم و به دنبال چه چیزی هستیم. آن زمان است که زندگی ما در مسیر درست خود قرار می‌گیرد و زودتر ما را به هدفمان می‌رساند. بیشتر مردم در رویارویی با مشکلات خود را زود می‌بازند و یادشان می‌رود که چه خواسته‌ها و اهدافی داشتند. قدرت خود را دست کم می‌گیرند و فراموش می‌کنند چه برنامه‌هایی برای آینده خود داشتند. اعتماد به نفس و امیدشان را از دست می‌دهند و خیلی زود مغلوب مشکلات می‌شوند. هدف من این است که به مردم قدرتی را که برای تغییر در درونشان پنهان است
و شاید خود از آن بیخبران نشان دهم. پس می شود که این نیروی درونی را فعال و بیدار کنیم و به آینده و تحقق آرزوهای خود امیدوار باشیم. در این کتاب روش‌های ساده‌ای آمده است که بیشک در این راه شما را یاری می‌رساند. می‌دانیم که مثبت اندیشی برای شروع هر کاری خیلی خوب است. همینطور شما به جای اینکه بخواهید بدانید ریشه مشکلات در کجاست، به دنبال رفع مشکلات و راه حل هستید. اما مثبت اندیشی به تنهایی برای رفع مشکلات کافی نیست. شما برای اینکه بدانید چگونه افکار، احساسات و رفتار خود را تغییر دهید، باید برای تمام روزها و لحظه‌های زندگی خود برنامه و هدف داشته باشید. همه ما می‌خواهیم زندگی خود را در جهتی مثبت تغییر دهیم. این تغییرات دو دسته هستند. یا تغییر در افکار و احساسات، به طور مثال دلمان می‌خواهد اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم. بر ضعف‌ها و ترس‌هایمان سرپوش بگذاریم. می‌خواهیم دلسردی و یأس را از خود دور کنیم. نسبت به اتفاقات گذشته زندگی خود دید مثبتی داشته باشیم و در نهایت احساس سعادت و خوشبختی بکنیم. و تغییر دیگر، تغییر در رفتار و اعمال ماست. می‌خواهیم رفتار خود را بهتر کنیم. سیگار را ترک کنیم، دست از سستی و تردید برداریم و خلاصه همه کارها را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم. اما نکته جالب این است که گرچه همه می‌خواهند این تغییرات مثبت را در زندگیشان ایجاد کنند، اما فقط تعداد کمی موفق به این کار می‌شوند. امیدوارم این کتاب به شما کمک کند که در این راه گام بردارید تا بتوانید تحولات مثبت و پایداری در زندگی خود به وجود آورید. به شما قول نمی‌دهم که با خواندن این کتاب بتوانید معجزه کنید یا دنیا را فتح کنید، اما قول می‌دهم که می‌توانید بر زندگی خود مسلط شوید و دنیایی بهتر برای خود بسازید. این کار با قدم‌های کوچک و ساده‌ای که در ادامه برای شما توضیح می‌دهم میسر خواهد شد. شما می‌توانید از این روش‌های ساده برای کمک به خانواده و دوستانتان بهره ببرید. اما در ابتدا باید ایمان داشته باشید که تغییر و تحول امکان پذیر است. آنچه بر شما گذشته مهم نیست. راه‌هایی که در گذشته رفته‌اید و بی‌فایده بوده است، ارتباطی ندارد به کارها و برنامه‌هایی که امروز تصمیم به انجام آن دارید. کاری که امروز انجام می‌دهید چیزی است که آینده و سرنوشت شما را می‌سازد. با خود دوست باشید و هرگز خود را به خاطر آنچه در گذشته اتفاق افتاده و گذشته است سرزنش نکنید، بلکه به دنبال راه حلی برای رفع مشکلات باشید. حالا می‌خواهیم با هم به سفری برویم. همسفر می‌شویم تا بدانیم در زمانی که احساس دلسردی و ناامیدی می‌کنیم برای ایجاد تغییر در زندگی خود چه باید بکنیم. فصل اول، احساس شکست و رهایی از آن. گاهی اوقات در زندگی اتفاقاتی می‌افتد که از کنترل ما خارج است. به طور مثال شرکتی که در آن کار می‌کنیم فعالیت خود را محدود می‌کند و ما بیکار می‌شویم. همسرمان ما را ترک می‌کند، یکی از اعضای خانواده بیمار می‌شود یا یکی از نزدیکانمان می‌میرد یا دولت مانع اجرای یکی از برنامه‌های ما می‌شود. در چنین اوضاعی فکر می‌کنیم کاری نمی‌توانیم برای بهبود شرایط خود انجام دهیم و در واقع هیچ چیزی در اختیارمان نیست. شاید برای پیدا کردن یک شغل خوب، کمک به خانواده و اطرافیان، یافتن همسری مناسب و یا احساس خوشبختی به هر راهی روی آورید. اما هیچ کدام از این راه‌ها شما را به مقصد نرساند. هنگامی که قدم در راهی تازه می‌گذاریم، تمام تلاش خود را می‌کنیم ولی باز هم ممکن است به هدف خود نرسیم. چرا بیشتر مواقع از اینکه راه تازه‌ای را امتحان کنیم می‌ترسیم؟ دلیلش این است که نمی‌خواهیم شکست بخوریم. نمی‌خواهیم تمام دارایی خود را از دست بدهیم و عاقبت به یأس و بدبختی برسیم. بیشتر ما بعد از چند بار تلاش بیفایده دلسرد می‌شویم و دست از تلاش برمی‌داریم. به جایی می‌رسیم که باورمان می‌شود هر سعی و کوششی بیفایده است. هر زمان که به این مرحله رسیدید که دیگر سعی و تلاشی نداشتید، در جایگاهی قرار می‌گیرید که آن را شکست خود ساخته می‌گویند. یعنی شما زمینه شکست خود را فراهم می‌کنید و افکار و احساس ناکامی را در خود تقویت می‌کنید. خوب است بدانید شما بسیار توانمند هستید.
پس همکنون با تغییر در رفتار و افکار خود می توانید زندگی خود را متحول کنید. من ناامید نمی شوم، زیرا هر شکست مقدمه است برای رسیدن به پیروزی. توماس ادیسون. اولین اقدام برای رسیدن به موفقیت در زندگی این است که طرز فکر خود را تغییر دهید. یعنی هیچگاه خود را دست کم نگیرید و فکر نکنید نمی توانید کاری را به درستی انجام دهید. احساس شکست و ناکامی نداشته باشید. اکنون برای قدم برداشتن در این راه چه کاری باید انجام داد؟ بیشتر اوقات افراد به این دلیل فکر می‌کنند که توانایی انجام کاری را ندارند که در گذشته اقداماتی کردند اما بی‌نتیجه بوده است. اما دیگر به این فکر نمی‌کنند که گذشته با آینده یکی نیست و فرق دارد. کارهایی که در گذشته انجام داده اید مهم نیست و دیگر گذشته است، بلکه کاری که اکنون انجام می‌دهید اهمیت دارد. بعضی از افراد می‌خواهند با استفاده از آینه عقب به جلو رانندگی کنند. این افراد خیلی زود دچار سانحه می‌شوند. اگر شما همچنین طرز فکری داشته باشید و هنوز در گذشته زندگی می‌کنید، بی‌تردید یأس و ناکامی در انتظار شماست. اما اگر به کاری که اکنون انجام می‌دهید توجه کنید، برای شما خیلی بهتر خواهد بود و جای امیدواری است. سعی و تلاش نتیجه خواهد داد. خیلی از افراد به من میگویند برای موفقیت راه‌های بیشماری را امتحان کردم، اما همه آنها بیفایده بوده است. یا هزاران راه رفتم اما بی نتیجه. اگر درست فکر کنند شاید صدها یا حتی ده‌ها بار هم برای تغییر تلاش نکردند. بیشتر آنها شاید فقط چند بار یا حتی کمتر از انگشتان دست برای رسیدن به هدف سعی کردند و چون موفق نشدند دست از تلاش کشیدند. راز موفقیت این است که ببینید چه چیزی برایتان خیلی اهمیت دارد. آن وقت سعی و کوشش را آغاز کنید، هرچند که در ابتدای کار تلاشتان بی‌نتیجه به نظر برسد. اکنون مثالی می‌آوریم. آیا می‌دانید سرهنگ ساندرس کیست؟ و این مرد چگونه توانست به موفقیتی غیر قابل تصور دست پیدا کند؟ ممکن است فکر کنی او ثروتمند به دنیا آمده است یا خانواده ثروتمند داشته است. آیا او در دانشگاه معروفی مثل هاروارد درس خوانده است؟ شاید هم دلیلش این باشد که برای رسیدن به هدف از ابتدای جوانی تلاش کرده است. شاید به نظرتان عجیب بیاید که بدانید سرهنگ ساندرس زمانی به دنبال تحقق آرزوهایش رفت که 65 ساله بود. چه دلیلی باعث شد که او به خود بیاید و عاقبت فعالیت خود را شروع کند؟ خوب است بدانید او مردی مسن، بیکار، افسرده و تنها بود. وقتی اولین حقوق بازنشستگی خود که مبلغ $105 بود را گرفت، بسیار ناامید شد. اما به جای اعتراض به تأمین اجتماعی و سرزنش دولت از خود پرسید چه خدمتی میتوانم انجام دهم که برای مردم مفید و ارزشمند باشد؟ چگونه میتوانم به جامعه خدمتی شایسته داشته باشم؟ او در این مورد بسیار فکر کرد تا بداند چه چیز با ارزشی میتواند به دیگران ارائه دهد. اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود: خب من طرز تهیه جوجه کباب را به روش خاصی بلدم که همه آن را دوست دارند. پس چه اشکال دارد این دستورالعمل را به یک رستوران بفروشم؟ شاید بتوانم از این را پولی به دست آورم. اما این فکر به نظرش مسخره آمد، چون با فروش این دستورالعمل آنقدر پول ناچیزی به دست می‌آورد که حتی نمی‌توانست کرایه تاکسی خود را بدهد. بعد فکر دیگری به ذهنش آمد: خب بهتر است نه تنها شیوه طبخ جوجه کباب را بفروشم، بلکه طرز تهیه آن را هم آموزش بدهم. اگر جوجه کباب خیلی خوب درست شود، ممکن است فروش آن بالا برود. در نتیجه مشتری زیاد می شود و کسب و کارشان رونق می گیرد. شاید هم درصدی از فروش اضافه را به من بدهند. خیلی از مردم نظرات جالبی دارند، اما سرهنگ ساندرس یک تفاوت مهم با دیگران داشت. او فردی بود که فقط به کار فکر نمی‌کرد، بلکه اهل عمل بود. او به هر رستورانی سر زد و برنامه خود را برای صاحب رستوران گفت: من یک روش عالی برای طبخ جوجه دارم که اگر شما از آن استفاده کنید فکر می‌کنم فروشتان بسیار بالا می‌رود
و اگر اینطور شد در عوض شما هم درصدی از آن افزایش فروش را به من بدهید. بیشتر آنها به او خندیدند و مسخره‌اش کردند و گفتند پیرمرد برو برس به زندگیت، ما نیازی به چنین دستورالعملی نداریم. اما او دلسرد نشد. او راهی برای رسیدن به موفقیت انتخاب کرده بود که به آن قدرت درونی میگویند. قدرت درونی باعث می شود شما در انجام هر کاری تلاش کنید و هر بار که کاری را به سرانجام می رسانید درسی تازه بیاموزید. پس می توانید همان کار را دفعه بعد بهتر و بهتر انجام دهید. بیشک سرهنگ ساندرس هم از قدرت درونی خود بهره برد. هر بار که صاحبان رستوران کار او را قبول نمی‌کردند، به جای ناامیدی تمام تلاشش را می‌کرد که برنامه خود را طوری بیان کند که آنها تحت تأثیر قرار گیرند و او بتواند به نتیجه دلخواهش برسد. به نظر شما آیا سرهنگ ساندرس بیشتر از اینکه پاسخ مثبت بشنود پاسخ منفی نشنید؟ بله، او 1009 پاسخ منفی شنید تا سرانجام فقط یک نفر طرح او را پذیرفت. او 2 سال تمام برای رسیدن به نتیجه مثبت وقت گذاشت و با ماشین قدیمی و کهنه خود به شهرهای مختلف امریکا رفت. با همان لباس سفید آشپزی شبها را در صندلی عقب ماشینش به صبح رساند. گاهی جوجه مورد نظرش را به صورت امتحانی برای بعضی از رستوران‌ها می‌پخت، خودش هم لقمه از آن می‌خورد و بیشتر اوقات غذایش فقط همین بود. به نظر شما چند نفر ممکن است پیدا شوند که بیشتر از 1009 بار دست رد به سینه آنها زده شود اما باز هم از تصمیم خود منصرف نشوند و دست از تلاش بر ندارند؟ بیشک عده کمی به همین دلیل در تمام دنیا فقط یک سرهنگ ساندرس پیدا می شود. بیشتر مردم تحمل شنیدن چندین پاسخ منفی را هم ندارند، چه برسد به 100 یا حتی 1000 بار. اما غافلند که تنها راه موفقیت همین داشتن پشتکار است. اگر به سرگذشت مردان موفق در تاریخ دقت کنید متوجه می شوید یک چیز بین همه آنها مشترک است. آنها هیچ وقت از پاسخ رد نمی ترسیدند و دست از تلاش بر نمی داشتند. پاسخ منفی برای آنان بی‌معنا بود و هیچ چیز نمی توانست سد راه آنها برای رسیدن به هدف و برنامه‌هایشان باشد. آیا می دانید والت دیسنی برای تهیه شادترین مکان روی زمین 302 بار تلاش کرد تا بتواند بودجه آن را تأمین کند؟ همه بانک‌ها او را دست می‌انداختند و به او جواب رد می‌دادند، اما او با تلاش زیاد توانست رویای خود را تحقق ببخشد. امروزه تعداد زیادی از دنیای والت دیسنی لذت می‌برند، دنیایی زیبا و متفاوت که با تصمیم قاطعانه یک مرد با اراده ساخته شد. زمانی که من در آپارتمان کوچک و محقری زندگی می کردم و ظرفهایم را در وان حمام می شستم، این داستانها را با خود مرور می کردم. باید با یادآوری این سرگذشت‌ها زندگی می کردم چون ایمان داشتم هیچ مشکلی برای همیشه باقی نمی ماند و بالاخره یک روز حل خواهد شد. هیچ مشکلی نمی تواند زندگی مرا تحت تاثیر خود قرار دهد و مرا مغلوب خود سازد. اگر من دست به کارهای مفید و مثبت بزنم، در نهایت هر مشکلی را می توانم از سر راه بردارم. همیشه در این فکر بودم که درست از زندگی کنونی من تأسف‌بار است، اما چیزهایی هم دارم که می توانم بابت آنها شکرگزار باشم. 2 دوست خوب دارم، یا اینکه سالم و سلامت هستم و می توانم به راحتی نفس بکشم. همیشه به خود می گفتم که به جای توجه به مشکلات باید به رفع آنها فکر کنم و به دنبال تحقق رویاها و خواسته هایم باشم. هیچ مشکلی پایدار نیست و تا ابد نمی ماند. همه چیز گذراست، هرچند که اینطور به نظر نیاید. امیدوارم که از روایت این کتاب زیبا لذت برده باشید تا جایی که تونستم و برای شما خوندم. امیدوارم که اگر خوشتون اومده این کتاب رو تهیه کنید و خودتون تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.